تهمت آخوند رافضی به سیدة النساء العالمین فاطمه زهرا رضی الله عنها. جناب آخوند به نقل از مجلسی میگوید فاطمه زهرا رضی الله عنها بعد از ولادت خود سجده کرد و گفته است شهادت میدهم که پدرم پیامبر خداست و شوهرم علی وصی خداست. همین مجلسی نوشته حضرت صدیقه طاهره وقتی متولد شد سجده کرد، آن ولادتش شهادت به توحید داد، اشهد ان لا اله الا الله و ان ابی رسول الله، همون اول ولادت، و ان بعلی سید الاوصیاء علی ولی الله. بینندگان گرامی، هر انسان عاقلی می‌داند که نوزادی که تازه به دنیا می آید توان سخن گفتن ندارد مگر مواردی که با دلایل قطعی ثابت باشد و نمی‌تواند سجده کند. حال چگونه فاطمه نوتولد یافته سجده می‌کند؟ در آن زمان هنوز رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به پیامبری مبعوث نشده بودند. پس چگونه فاطمه رضی الله عنها شهادت به نبوت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می‌دهد؟ این در حالی است که طبق نصوص صریح کتاب و سنت خود رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نمی‌دانستند که در آینده به پیامبری مبعوث خواهند شد و هنگام نزول وحی برای اولین بار رعب و وحشت ایشان را در بر گرفت و برای تحقیق در این مورد به نزد ورقه ابن نوفل رفتند. همین مجلسی نوشته حضرت صدیقه طاهره وقتی متولد شد سجده کرد، آن ولادتش شهادت به توحید داد، اشهد ان لا اله الا الله و ان ابی رسول الله، همون اول ولادت، و ان بعلی سید الاوصیاء علی ولی الله. از کجا فاطمه نو متولد شده میگوید شوهرم علی وصی الله است؟ مگر در آن موقع فاطمه شوهر داشت؟ به نظر شما هدف از نشر این خزعبلات چیست؟